و حتما از جایهای بهترین، یکی از جای بهترین که ویو فانتان دارد، یعنی فانتان خوشرو دیده و مشاهده کرده می شود. این رستوران هایی که در گرد و اطراف این فانتان هست. Заехали на парковку. парковка به در آمدیم. پارکینگ در اینجا برای 40,000 زیاده از 40,000 ماشین، ولیکن همه وقت یافتن پارکینگ در اینجا خیلی و خیلی دشوار، مخصوصا در روزهای استراحت، در روزهای وخدنای بعد از حبد در این پارکینگ ها جای یافته نمیشه. Hi. Hi, welcome. Hi. و حتما از جایهای بهترین، یکی از جایهای بهترین که ویو فانتان دارد، یعنی فانتان خوشرو دیده و مشاهده کرده می شود. این رستوران هایی که در گرد و اطراف این فانتان هست و خصوصا 2 متر 3 متر، لیکن مثل این خیلی رستوران ها اگر شما دایرکت آمدید، یعنی هم تو آمدید، در بسیار وقت جای خالی در بیرون، یعنی در تراس، اون جایی که ویو دارن به فانتان با اصطلاح روسی وی خود دارن، اونجا بسیار وقت زنیت میشد. یا که شما باید پایده استید، یا بهترشون که پیشکی شما بران کنید و پس اینجا بیاید. و در اینجا داخل دبی مال بزرگترین اکواریوم در دنیا وجود دارد که در اینجا زیاده از 10,000 تن آب و زیاده از 100 اکولا در اینجا وجود دارد، غیر آنه که مثلا هر خیلی ماهی و تمامی چیزهایی که در داخل بحر هست در اینجا هست. و فانتان باشد هر روز ساعت 6 بیگاه سر میشد تا ساعت 11 شب، هر یک نیم ساعت دوره فانتان میشد و بین این هر یک نیم ساعت دیگه، یعنی بین 15 دقیقه فانتان میشد، بعد از 15 دقیقه لازر شو در تمامی برج خلیفه. این هم باشد یکی از رکورد های دنیا، میگن با اصطلاح روسی سامه большая лазерное шоу в мире شده میگذرد. و آخران فانتان یا که شوی بزرگ ساعت 2:30 شب میشد، یعنی همراه در اینجا فانتان میشد و لازر شو همراه در یک وقت میشد، یعنی اینو میگن بیگ شو، یعنی از همه کلانترین شو هر روزه ساعت 2:30 شب. و باز هم در اینجا چه خیلی که میبینین بزرگترین اکران از LG گذاشته شده است، یعنی رکورد دنیوی از LED اکران در اینجا است. و در گرد و اطراف این فانتانی دبی مول تقریبا زیاده از 350 رستوران و قهوه خانه های بلند مرتبه، یعنی درجهش عالی وجود دارد. از هر طرفی سوری فانتان نشسته می شود و در خصوصا در بیگاهی یا شبانه اینجا منظری خیلی خوشرو می شود برای اوژنی خیلی میگن رومانسی.
رستورانایی که قهوه خانهایی که در گرد اطراف این فانتان هستند برای دیدن فانتان خیلی جایی مطابق و عجایب هستند. در اینجا یک چیز دیگر میخواستم خواهد کنم که بسیاری ها ندیده و ندانسته دبی میگن، مثلا دبی با این استرویکاهاش و با بسیار شهرسازیش و بینای سازیش مثلا کلیمتش ویران میشد، مثل همین خیلی گپا. خیلی میبینین در جایی از همه زیچ و تنگ در مرکز شهر پیش برج خلیفه حتی چقدر درخت ها و پالمه ها و چقدر کودی ها کرده شده است که دبی در همه جای شهر مثل این خیلی پارک و کبودیزار و گل ها، اونایی که دبی آمدگیان، اونهایی که با سیاحت در دبی میاند و دیدگی هستند، اونها این چیز رو خیلی ناز میدونن، ولیکن بسیاری اونهایی که نه با چشم خود دیدن دبی نه اومدن، اونها از دور ایستاده ندانسته درباره دبی گپ میزنن. و اوجین باشد در مثل این رستورانایی که در اینجا وجود دارد با مانند این با حساب میانه تقریبا برای دو کس 300-400 درهم میشود. این با حساب میانه. بینندگان عزیز و خیلی گرامی، در اینجا ویدیوی من یکمین ویدیوی من به آخر میرسد و در آخر گفتنیم که مقصد از بردن کانال برای من در آن است که یکم نشان دادن دبی برای اونهایی که با هر سبب ها به دبی اومده نمیتونن، نشان دادن زیبایی دبی و حقیقت دبی از درون. دوم برای اونهایی که سیاحت دوست می‌دارند و برای اونهایی که همچون توریسم در دنیا می‌گردند، سیرگشت می‌کنند و بعضی اونها مثلا مقصد دارند که به دبی بیان، برای اونها نشان دادن که خیلی جایها هست همچون دست پرمیچاتلنس، جاهای مهمان نوازی دبی و خیلی جاها هست و چی در آن است، عموما معلومات دادن برای همین خیلی سیاحان. و سومین در کانال من حتما ویدیوها درباره ماشین‌های قیمت، عموما سپورت کارز، سوپر کارز و عموما در باره ماشین‌ها حتما ویدیو میشد. و چهارمین درباره فعالیت و کار در دبی و حتما باز هم درباره فینانشل یا اکونومیک و عموما ویدیوهای موتیواسیونی هم می شود و باز دیگر همه سیکرت حاضر نمیکشیم. در اینجا با آخر میرسونم و تا بازدید، مع السلامه.